امروز روز هشتم جنگ اسرائیل و ایران است. اتحاد اروپا اخیراً گفت که خواستار سر میز گفت و شنید برگردانیدن تهران می باشد و در واشنگتن پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که در دوام 2 هفته دیگر خواهد گفت که آیا امریکا در پهلوی اسرائیل وارد این جنگ می شود یا نه. در همین حال پرتاب‌های موشک‌ها از هر دو طرف و کشورهای درگیر شب 20 ایون هم ادامه داشت. بنا به نوارهای ویدیویی کاربران روز 20 ایون در پی حمله‌های موشکی ایران استقامتگاه‌ها در محله‌های جنوبی اسرائیل آسیب جدی دیدند. آژانس نیمه طبی اسرائیلی مگن دیوید آدام خبر داد که صبح بر وقت روز جمعه در حمله‌های موشکی ایران دست کم 6 ساکن جنوب اسرائیل مجروح شدند. خدمات یاری اضطراری در جای آوارها مجروح شدگان احتمالی دیگر را جستجو دارد. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلویزیونی گفت که اسرائیل توان اصابت به همه مؤسسه‌های هسته‌ای را دارد، ولی عین زمان افزود همه گونه یاری دیگر هم مورد استقبال خواهد بود. اسرائیل میگوید محو امکانیت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هدف اساسی آن است و یکی از آنها مؤسسه غنیسازی اورانیوم فاردو می باشد. این مؤسسه در زیر کوهها پنهان است و دسترسی اسرائیل به آن سخت می باشد. متخصصان می گویند با این کارخانه زیرزمینی تنها با بمب‌های نفوذ کننده ساخت امریکا می توان ضربه زد. خبرگزاری تصنیم ایران روز 20 ایون از قول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که دیروز یک قرارگاه مرکزی حربی و جاسوسی اسرائیل را در نزدیکی مرکز طبی ساراک اسرائیل هدف قرار داد. این بیمارستان در جنوب اسرائیل در شهری برشیبه واقع است. اسرائیل گفت که روز 19 ایون هدف‌های هسته‌ای در ایران از جمله نتنز و اصفهان را ضربه زده است. اسرائیل گفت که کارخانه بوشهر یگانه کارخانه هسته‌ای عمل کننده ایران را ضربه زده است، ولی دیرتر این اظهارات را پاک کرد. کاخ سفید گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ در دوام 2 هفته قرارش را درباره شرکت مستقیم امریکا در نزاع اسرائیل و ایران اعلان می‌کند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز 19 ایون هنگام قرائت پیام ترامپ به مطبوعات گفت با آن اساس که شانس جدی مذاکرات با ایران وجود دارد و آن میتواند در آینده نزدیک برپا شود یا نشود، من هم قرارم را در 2 هفته دیگر قبول میکنم که به جنگ همراه شوم یا نه. لیویت گفت که پرزیدنت امریکا به حل دیپلماتی این نزاع با تهران برتری میدهد، ولی هدف کلیدی این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌ایش خاصیت تسلیحاتی ندارد.